برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام تماشابینان عزیز و محترم، برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه است. امروز رسا 5 سال می شود که حکومت تاجیکستان گروهی از فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را غیر قانونی حبس و به محکمه به مدت‌های طولانی کشیده است. هرچند نماینده های حکومت و مقامات های انتظامی در برآمدها و واخوری‌هایشان همیشه ادعای آن را دارند که در تاجیکستان محبوسان سیاسی وجود ندارند و این اشخاص در اساس حکم عادلانه سودی جزا گرفتند، تحلیلی همه طرفه و بی‌غرض نشان می‌دهد که حکومت تاجیکستان ظالمانه آنها را بیگناه در زندان نگاه می‌دارند. رسا 5 سال پیش سنه 16 سپتامبر سال 2015 از طرف مقامات قدرتی تاجیکستان حسینوف عمرعلی فتاحویچ مشهور به سید عمر حسینی، حییتوف محمدعلی رحمانویچ مشهور به محمد علی حیید، روزنامه‌نگار حکمت الله سیف الله زاده، جابر رحمت الله رجب، پدر روزنامه‌نگار مشهور شهرتی رحمت الله، دولتوف عبدالقهار مشهور به عبدالقهار دولت، محمد علی فیض محمد، کریموف ستار سمادویچ، رازقوف زبیدالله، عوضوف قیام الدین، خوجیب ظرفار رحمانونه و قاصدینوف واحد خان با دغلانه ویران کردن تمام معیارهای مرافعوی بازداشت کرده شدند. رستموف سعدالدین مشهور به سعدالدین رستم، نبیف شریف محمد علیویچ و غیرتوف عبدالصمد اسماعیلویچ باشند در دیگر روزها بازداشت شدند. در رفت حبس، تفتیش پیشکی پرونده جنایتی و مرافعه سودی حقوق و آزادی های این اشخاص همه طرفه و دغلانه ویران کرده می شد. حتی نواری لط و کوبی محمد علی حیید در شبکه های اجتماعی پخش شد. آخه کرتی اینجا در آوردن. نیکی خودتون در آن یکی در آوردن. نه در آوردن. و من گفتم که اینجا در هم میزنن. همین وقتی آوردن. هیچ چیزی بود. اول درونه یکی درونه بدن بدن نمیشه. بدن شورگر. همین که شورگر کفیدن مالا. همین کفیدن زمین زیر کرده کشوله کرده. وقتی همین چیزو در آوردن پیش یعنی اوجایی که وای میمونن که تلفن نمیمونه. آنم کنجا تلفن کنجا باید شاتو زدن نگیر سرکاریاتش. من میدونم کی زد. لطوکوب تحقیر محروم ساختن از یاری حقوقی در مدت طولانی عموماً به نام و نشان بودند که حتی نه ادوکات های خویش و تباران در کدام نهاد بازداشت شدن آنها را نمیدانستند، محروم کردن از حقوق پیشنهادی دلیل، رد دعوت شاهدان، دلیل های ساخته و فشار به شاهدان، این فقط قطره است از بحر بیپایانی حقوق ویرانکنی های مقامات قدرتی در رفت بررسی مرافعه جنایتی این محبوسان سیاسی. تماشابینان عزیز، این حرف هایی که ذکر کردم حقوق شناس معروف جمشید یاروف برادر زندانی سیاسی روی سطرها آورده گفته است محض همین محدودیت های بیشماری مرافعوی، مناسبت مخصوص کارمندان نهادهای انتظامی و عضویت بازداشت شده ها به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب رسمی مخالفی آن وقته، شهادت آن را دارد که بررسی پرونده این اشخاص نه از روی معیارهای مقرر کرده شده قانون بلکه با استفاده اصول و راههای ممنوع گذرانیده شده است. درباره این قانون شکنی ها مقامات های قدرتی نه فقط آگاهی داشتند بلکه شریک و تحریک کننده آنها نیز بودند و محض همین حالت اساسی پررأی آن شده می تواند که ما این نفران را محبوسان سیاسی نام بریم. جمشید یاروف حقوق شناس تاجیک خاطر رسان می کند که گروه کاری سازمان ملل متحد آید به بازداشت های خودسرانه ماه فوریه سال جاری پرونده این محبوسان سیاسی تاجیکستان را دیده برآمده به خلاصه آمد که حکومت تاجیکستان عهدهداری های بین المللی حقوق انسان را ویران کرده است. طبق خلاصه سازمان ملل متحد
خیلی واضح است که اساس حبس و زندانی من بعد 11 عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در واقع استفاده آنها از حقوق آزادی سخن و آزادی جماعت ها بود. اما در جواب قرار و دعوت های سازمان ملل متحد، کارپوس های دیپلماتی، تشکیلات های بین المللی حقوق بشر و شخصان علاهیده عاید به رهایی محبوسان سیاسی، نمایندگان حکومت تاجیکستان و مقامات انتظامی تکیه به آن میکنند که اندیشه های نهادهای سازمان ملل متحد خصوصیتی مشورتی دارند و تاجیکستان وظیفه‌دار نیست که آنها را اجرا کند. مقامات تاجیکستان اینچنین اظهار داشتند که قانونگذاری کشور مکانیزم های رهایی محبوسان را با قرارهای ساختارهای بین المللی از جمله با قرارهای سازمان ملل متحد پیش بینی نکرده است. اما به گفته این حقوق شناس تاجیک، گروه کاری سازمان ملل متحد قرار خود را در نتیجه تحلیل و مقایسه اجرایش عهده‌داری های به ذمه خود گرفته تاجیکستان وابسته به حقوق انسان طبق شرطنامه های بین المللی از قبیل پیمان بین المللی عاید به حقوق های فطری و سیاسی، اعلامیه حقوق بشر و دیگر سندهای معیاری عمومی جهانی برآورده است و از این لحاظ ادعای مقامات تاجیکستان عاید آنکه آنها وظیفه‌دار نیستند که قانون شکنی ها و خطاگی های رخ داده را اصلاح کنند خیلی عجیب و نگران کننده است. چنین رفتار اهمیت عمومی شرطنامه های بین المللی را عاید به حقوق انسان ناچیز می‌گرداند. با باور حقوق شناس تاجیک جمشید یوروف، وقتی آن رسیده است که سازمان ملل متحد مقام قرارهای خود را در ساحه اجرایش عهده‌داری های دولت ها، عضوهای این سازمان وابسته به حقوق انسان از نو بررسی کرده به آنها مقامی حتمی برای اجرایش دهند. باید از طرف سازمان ملل متحد و دیگر دولت های دموکراتی منتظم و تا آزادشوی تمام محبوسان سیاسی تاجیکستان عملهای مشخص انجام داده شود. اشخاص ذکرشان در اولی برنامه رفت محبوسان سیاسی تاجیکستان می باشند و اینک الکی 5 سال رسا آنها غیر قانونی و به اثبات گناهشان به مدت‌های طولانی به محکمه کشیده شدند. ما از رئیس کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی عبدالستار بابایف خواهش کردیم که در این باره نظر خود را ابراز نماید. 5 سال قبل 16 سپتامبر سال 2015 یک عده از فعالان سیاسی بخصوص اعضایان ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از طرف مقامات های قدرتی تاجیکستان با فرمان شخصی خود رحمانوف حکومت دیکتاتوری مورد بازداشت قرار گرفتند و آنها به یگان گناه به یگان جرم روانه زندان شدند. برخی به حکم ابد و بعضی دیگران از 10 سال و 15 سال تا 27 و 28 سال حکم گرفتند. تمام سازمان های بین المللی حقوق بشر بخصوص سازمان ملل متحد که یکی از معروف ترین و یکی از سازمان های با نفوذ ترین دنیا هست، بعد از بررسی پرونده این زندانیان سیاسی به خلاصه آمد که اینها هیچ گناهی ندارند و از مقامات تاجیکستان طلب کرد که اینها باید به یگان قید و به چون و چرا با پرداخت جبران مالی باید از زندان آزاد شوند. ولی متاسفانه امروز حکومت تاجیکستان همه اینها را میخواهد نادیده بگیرد و خودش را مثل یک دوری میکند، خود را مثل که در دنیا شخصی رئیس جمهور در دنیا خود را حاکم مطلق حساب میکند و باید اینو بدانند که این هر یک جرمی که اینها در اینجا میکنند امروزها کرده ایستادن به سر مردم، اینا حتما پاسخ خواهند گفت. امروزها باید که مسئولین و سازمان های بین الملل از حکومت تاجیکستان طلب کند که آن عهده‌داری هایی که نسبت آزادی حقوق بشر و آزادی حقوق انسان گرفته بودند باید آنها را اجرا کنند و مردم را
آزاد کنند و تمام فعالان و از تمام فعالان و مبارزان خواهش می شود که باید در کنار نیستند و از زندانیان مردم، از زندانیان سیاسی، از گروگانان حمایت کنند. امروزها در یک روز چندین بار به ما از خود کشور و کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان شکایت ها می شود که بی گناه بی یگان جرم نزدیکانشان رو برده، حتی نزدیکان زندانیان سیاسی رو برده روانه زندان میکنند و اذیت میکنند و شکنجه میکنند و از آنها مبلغ درخواست میکنند و از آنها مبلغ گرفته آنها رو بعد شکنجه زیاد بعد آزاد میکنند. به همین خاطر امروز این حکومت وحشی تاجیکستان، این حکومتی که ظلم رو از حد گذرانده است و هیچ حیوان وحشی نسبت همجنس خود چنین رفتار را روانه میبیند، حکومت تاجیکستان ما امروز طلب میکنیم که دست باز دارد از چنین عذاب و شکنجه های مردم و فوراً زندانیان سیاسی باید آزاد شوند و اینا بدانند که در نزد مردم در همین دنیا حتما یک روز پاسخ خود را خواهند داد. از روزنامه‌نگار شناخته تاجیک شهرت رحمت الله، فرزند رحمت الله رجب، زندانی سیاسی پرسیدیم که حالا طول این 5 سال که پدرش بیگناه پشت پنجره زندان به سر میبرد در چه حال است و چه معلوماتی درباره حال و احوال پدرش دارد. ببینید در بیرون از کشور چی میتوان گفت؟ معلوماتی که دارم از طریق پیوندان و دوستان است که بیچاره ها هفته تا 2-3 مرتبه به زندان خوراک و لوازمات لازمی را برایش میبرند و اخیراً معلوماتی که دریافت کرده بودم این همان بود که پدرم گرفتاری کووید 19 شده بودند که خدا را سپاس بعد از آن شفا یافتند، ولی این ویروس اثر خود را به هر صورت گذاشت. یعنی فعلا پدرم گرده هایش دردمند شده است، در زندان رنج میبرند. خب دیگر نه از لحاظ تندرستی زندان شرایط دارد و نه متخصصی حرفه‌ای که تا بتواند به محبوسی رنجور توصیه درستی طبی بدهد. و اخیراً خودم به متخصصان خارجی مراجعت کرده و عکس رنگنتی پدرم را نشان داده بودم که آنها نتیجه اش را ویروسی کرونا گفته بودند و توصیه های متخصصان خارجی را هم به پیوندانم می رساندم که تا چی کاری را انجام بدهند تا پدرم صحت شوند. خب گرچنده که مقامات رد میکردند که محبوسان کرونا شده اند و میگفتند التهاب شش شده اند و سببش هم همون هنگامی افطار شام آبی خنک خورده اند گفته چونین جواب داده بودند. و چند قبل در رسانه ها نوشتند که خودی سرداری ریاست زندانهای کشور کسل شده اند، شاید همون التهاب شش شده باشند. خب به هر صورت از خداوند میخواهم که ایشان صحت بیابند و درک کنند که زندانی هم انسان است و پیش از همه بیگناه زندان شده است. خب این رو ما درک میکنیم که این همه با دستوری بالاست. حالا بگذاریم. امروز 16 سپتامبر یعنی رسا 5 سال می شود از بازداشتش بگیریم تا مرافعه های سودی دروغین و غیر قانونی و تا این روز شب پدرم در زندان قرار دارند و تا همین 5 سال کمترین جرمی پدرم را اثبات کرده نتوانستند، چون خودی کارمندان مقامات هم می دانند که پدرم بیگناه است. چطوری که در بالا گفتم با دستوری بالایش. و چند جوابی نامه ما پیوندان زندانیان که اخیراً از طرف پروکراتور ژنرالی و وکالتدار عاید به حقوق انسان در تاجیکستان آمد. خب این جوابی نامه شان مقابل گفته هایشان است. اثبات این گفته های همین است که پرونده پدرم را سازمان ملل متحد تحقیق و بررسی کردند و خلاصه اشان را هم معلوم است که چیست. یعنی پدرم را خودسرانه بازداشت و زندانی کردند و درخواست کردند از حکومت کشور که آنها را بدون قید و شرط آزاد کنند. چی عامل‌ها سببی به این نوبت نگرفتن درخواست سازمان ملل متحد از جانب حکومت تاجیکستان بوده میتواند؟ مگر تاجیکستان تا این حد صاحب قدرت است که
حتی از اجرای طلب سازمان ملل متحد سرکشی میکند؟ در مورد به نظر نگرفتن توصیه سازمان ملل متحد جهت آزادی محبوسان سیاسی را حکومت تاجیکستان خب دیگر به همه معلوم است جوابشان که این یک توصیه است. ما وظیفه‌دار نیستیم که این اجرا بکنیم، ولی دیگر سازمان ملل متحد هم توصیه و تحقیق و بررسی گزارش و خلاصش کرد و به حکومت رساند که زندانیان سیاسی بیگناه هستند و بدون قید و شرط آزاد شوند. خب دیگر اینجا باید ما پیوندان محبوسان سیاسی و مردم ملت کشور عزیز باید تلاش کنیم که تا که حکومت این توصیه ها را به نظر بگیرد و اجرا کند. و در این طول 5 سال هم که محبوسان ما در زندان قرار دارند، این هم عاملش همین بوده میتواند که کمیته دولتی امنیت ملی در این 5 سال بالای پیوندان زندانیان سیاسی چنان فشار و تعقیب و بازپرسی های پی در پی و دعوت های غیر قانونی بالاشان می آوردند که تا که همین پیوند زندانیان سیاسی اتحاد نشوند. و این بود که در این 5 سال بجز 1 یا 2 خانواده اعتراض میکردند، شکایت میکردند از وضعی بدی زندانیاشان. دیگران خاموش بودند و این هم یکی از عامل‌هاش است که حکومت هم این چیزا را دیده دیگر نه توصیه سازمان ملل به نظر گرفت و نه عرض و شکایت های 1-2 خانواده را به نظر گرفت. به نظر من باید دیگر پیوندان زندانی سیاسی که تقریبا تا 200 نفر امروزا اگر محبوس سیاسی گوییم خطا نمیکنیم که در زندان قرار دارند. اگر هر یک این خانواده 5-6 نفری باشن، اگر همه اینا اتحاد شویم، مطمئنم که حکومت کشور دیگر مجبور می شود که محبوسان سیاسی را آزاد کنه. محمد علی حیید زندانی سیاسی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را که سازمان ملل متحد طلب آزادیش را کرده بود و حالا این طلب سازمان با نفوذ جهانی را حکومت تاجیکستان نادیده میگیرد، ما از فرزندش فیروزی حیید پرسیدیم که درباره به اجرا نرسیدن طلب سازمان ملل متحد جهت آزادی پدرش استاد محمد علی حیید چی گفتنی است؟ اندیشش در این باره چی است؟ از روزی بازداشت پدرم که روزی آن هم روزی 16 سپتامبر سال 2015 بود تا وقتی در تاجیکستان بودم با پدرم 2 یا 3 مراتب بخوری انجام دادم. از سببی که شماره نفرانی که با پدرم باید بخوری کنند خیلی محدود بود، بیشتر مادرم، برادر خردیم و بیبیم با پدرم بخوری کردند و از شکنجه شدن پدرم، از وضع سلامتیشان از زبان آنها میشنیدم. راستی 6 ماه اخیر از وضع سلامتی پدرم یگان معلومات و خبری نداریم. بخوری مادر و پدرم ماه مارتی سال 2020 صورت گرفته بود و باید بخوری نوبتی آنها ماه سپتامبر همین سال صورت میگرفت که رئیست زندان ها بهانه کرانتین در زندان ها را پیش آورده با آنها اجازه بخوری نداد. بخوری با پدرم از پشت شیشه است و احتمالی گذشتن یگان بیماری خیلی کم است. نمیدانم چرا رئیست زندان ها آن بخوری که در 6 ماه 1 بار صورت میگیرد آن را هم اجازه نداده ایستادند. در این زمان که اگر کرانتین را بهانه کرده ایستاده باشند، در تمام تاجیکستان معرکه‌های سیاسی برگزار شده ایستاده است، مکتب ها، دانشگاه ها، کارخانه ها به کرانتین کار کرده ایستادند. پیشتر مادرم برای اجازه صحبت تلفنی با پدرم بر رئیست زندان ها نامه نوشته بود تا از وضع سلامتی پدرم باخبر باشند. به آن هم اجازه رد دادند. در مسئله طلب سازمان ملل متحد برای آزاد نمودن پدرم، حکومت تاجیکستان بهانه‌های گوناگونی را پیش می‌آورد. از جمله حکومت تاجیکستان پدر مرا و دیگر زندانیان سیاسی را جنایتکار می‌داند، در حالی که پدر من یگان جنایت صادر نکرده است و او را روزی بازداشت، یعنی روز 16 سپتامبر از خانه گرفته بردند. پدر من برای گفتن سخن حق
ва фаъолиятҳои сиёсиаш боздошта буд. дуввум, намояндагони ҳукумати Тоҷикистон ва мақомоти интизомӣ такя ба он мекунанд, ки андешаҳои ниҳодҳои Созмони Милали Муттаҳид хусусияти машваратӣ доранд ва Тоҷикистон вазифадор нест, ки кадоми онро иҷро кунад. ва боз баҳонае пеш меоваранд, ки дар Тоҷикистон ягон механизме вуҷуд надорад, ки бо талаби Созмони Милали Муттаҳид зиндониён озод карда шаванд. тамошобинони азиз, бо дуои ин ки ҳарчи зудтар ин зиндонёни бегуноҳ ба озодӣ расанд, ба золимон аллоҳи меҳрубон инсофи тавфиқ бидиҳад, дар ватани азизамон адолату озодӣ ҳукм фармо шавад. барномаи имрӯзеро ба итмом мерасонем. якояки шуморо ба аллоҳи пок месупорам. аллоҳ ҳамагиро аз зулми золимон, аз тӯҳмати хушку гирифторӣ ба ноаҳлон дар паноҳаш нигаҳ дорад. худо ҳофиз. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. барномаи сиёсӣ ва таҳлилии дидгоҳ. با آگاهی مردم شریف تاجیکستان با برابر فرارسی 29مین سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان، شبکه نوین ماهواره‌ای ت+ به کار آغاز می‌کند. برنامه‌ها با زبان‌های تاجیکی و روسی پخش خواهند شد. شما می توانید آن را از ماهواره ایتلسات 7B در موقعیت 7 درجه شرقی بر روی بسامد 11262 گیگاهرتز، سرعت نشانی 27500، قطبش افقی FEC 5.6 تماشا کنید. ماهواره ایتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، بسامد 11262، سرعت نشانی 27500، قطبش FEC 5.6.